همبستگی، همدلی و کمک کردن. ان المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا و شبک اصابعه. مؤمن برای برادر مؤمن خود مانند یک بنا هست و یکی دیگری را مستحکم می سازد، قوت می بخشد. با کدام عمل بهترین خداوند این امت را نامید؟ این که در کارهای نیک، در کارهای امر و معروف مردم را به سوی خداوند میخوانند، کارهای نیک، دعوت به سوی کارهای نیک میکنند. صحابگان گرامی در پهلوی پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم جمع آمدند و هر نفر به هر مقدار توان داشت به پیامبر خدا کمک کرد. حضرت ابوبکر رضی الله عنه با مال خود و حضرت عثمان با مال خود. و حالا میبینیم که اگر یک مسلمان در حالتی که برادر او قرار ندارد در حق او دعا میکند، همون دعای او را ملائکه آمین میگوید. برای همه دعا کنیم. اهدنا الصراط المستقیم. بسم الله، الصلاة والسلام علی رسول الله. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله. بینندگان گرامی، موضوع امروزه ما درباره همبستگی، همدلی و کمک کردن برای یکدیگر خواهد بود و همه این عملها دیده می شود در زیر یک حدیثی که جناب پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم می فرمایند. اگرچند این حدیث خیلی کلمه های کوتاه دارد، اما یک دنیای دیگر در داخل این حدیث دیده می شود. عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا و شبک اصابعه. در این حدیث گوهربار پیامبر گرامی اسلام زیبا می فرمایند که مؤمن برای برادر مؤمن خود مانند یک بنا هست و یک دیگری را مستحکم می سازد، قوت می بخشد. و این چنین فرمودند که اگر مؤمن ها یک جا می شوند، در کمک یکدیگر هستند، با انگشتان خود پیامبر صلی الله علیه وسلم چنین اشاره کردند که و شبک اصابعه، یعنی چنین یک جا کردن انگشتان خود را. و این به آن معناست که اگر مؤمن ها یک جا شوند، در کمک یکدیگر باشند، توان آنها بیشتر می گردد. دوستان گرامی قدر، در این حدیث گوهربار خیلی مسئله های نهفته است. ده ها بلکه صدها راه های را که پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم برای من و شما می آموزد. و سه نقطه کلیدی که از این حدیث می شود برداشت کرد و برای کمک برادر خود. یکم این است که ما در نصیحت، در گفتار باید به برادر خود، به خواهر خود کمک کنیم. دوم این است که مالی برای برادر و خواهر خود کمک کنیم اگر توان داریم. سوم این است که در دعای خود برای برادر خود دعا کنیم. و حالا میبینیم که هر این نقطه‌ای که در اینجا ذکر شد، دیگر آیت ها و احادیث پیامبر صلی الله علیه وسلم به این اشاره کنندند. یکم این که ما نصیحتگر باشیم و آیت کریمه هم که این را برای من و شما می آموزد که استعیذ بالله کنتم خیر امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. امت پیامبر گرامی، امت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم را خداوند بهترین امت نامید که بهترین امت هستید شما. و با کدام عمل بهترین خداوند این امت را نامید؟ این که در کارهای نیک، در کارهای امر و معروف مردم را به سوی خداوند میخوانند، کارهای نیک، دعوت به سوی کارهای نیک میکنند و از کارهای منکر و بد مردم را باز میدارند. یعنی کمک برادر خود را در درجه اول من و شما باید به نصیحت شروع کنیم. اگر میبینیم که یک برادر در راه گمراهی است، او را باید از این راه باز بداریم. میبینیم که یک برادر به کار خطا و گناه دست میزند، او را نصیحت کنیم، زیرا اصل دین ما خود نصیحت است. و نقطه دیگر دوستان گرامی که شریعت الهی همه به این معناست که انسان ساختن انسان است، انسان ساز است. و ببینیم که این حدیث گرامی چی بسا ما را دعوت میکند برای یک جا بودن، همدل و همدست بودن. یکم اشاره را گفتیم که در نصیحت باشد که برادر خود و خواهر خود را با نصیحت از راه زشت به سوی راه سعادت و
به سوی روشنایی بیاوریم. دوم نقطه رو که ذکر کردیم کمک کردن مالی هست. حالا ببینیم دوستان گرامی از زمان پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم که در روزهای اول صحابگان گرامی در پهلوی پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم جمع آمدند و هر نفر به هر مقدار توان داشت به پیامبر خدا کمک کرد. حضرت ابوبکر رضی الله عنه با مال خود و حضرت عثمان با مال خود. و حالا ما بینیم که در هجرت پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم حضرت ابوبکر هم همراه پیامبر است رضی الله عنه، هم با مال خود کمک میکرد. و این چنین صحابه دیگر حضرت علی رضی الله عنه در مکان پیامبر، در جایگاه خواب پیامبر، در رخت پیامبر خواب کردند و کمک خود را با این ترتیب به پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم رسانیدند. و دیگر صحابه را میبینیم که در راه که وقت پیامبر صلی الله علیه و سلم میرفتند، آنها چاروای خود را، همون چاروایانی که نگاهبین میکردند، آنجا میبردند تا اثر قدم های حضرت ابوبکر و پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم نمایان نشود. خلاصه که حضرت عایشه با خواهر خود کمک میکرد در طعام پختن و به پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در اون غار طعام رسانیدن. خلاصه هر یک نفر در توان خود، مقدار توان خود به پیامبر گرامی اسلام کمک کرد. و این را نشان میدهد که دوستان گرامی این نشانه ایمان کامل بودن است، نشانه ایمان کامل داشتن است که ما یکدیگر را مالی کمک کنیم اگر توان داریم. و این چنین میبینیم که صحابگان گرامی که از مکه مکرمه هجرت کردند به مدینه منوره، اهل مدینه حتی مالهای خود را بین صحابگان تقسیم کردند و اینجا بود که نام انصار گرفتند، کسانی که نصرت دهنده دین خدا و نصرت دهنده برادران خود. این بود که به مال خود توانستند برای دین، برای برادر خود کمک کنند. اینجا می شود دوستان گرامی نقطه را ذکر کرد که در این روزگاری که من و شما قرار داریم حتما که از این فرموده دین خود استفاده کنیم. اگر توان داریم با برادر خود را دستگیری کنیم، خواهر خود را دستگیری کنیم. حتی اگر نفری که در تجارت قرار دارد، در کار قرار دارد که تجربه دار است و یک برادر خود را می‌بیند که حالا در کار نو آمده است و ضرر را از فایده خود جدا کرده نمی‌تواند، اگر می‌بیند که در زیان است، حتما که باید از تجربه خود برای برادر خود بیاموزد. یا اگر یک نفری که حمایه‌گر است و می‌بیند که حق یک برادر او پایمال می‌شود، باید که او را کمک کند که تا به حق خود برسد. هر نفری من و شما میتونیم به هر راه برای برادر خود کمک کنیم. و این آیت کریمه که در همه جا گفته می شود که انما المؤمنون اخوه، ما مؤمن ها برادر یکدیگریم، خداوند مؤمن ها را برادر یکدیگر قرار داده. این حدیثی که پیامبر صلی الله علیه و سلم اینجا برای من و شما بیان داشتن چیز زیباست که همدلی و همدستی و یکجا بودن امت اسلامی را میفهماند. و سوم نقطه‌ای که می توانیم برای برادران و خواهران خود کمک کنیم این دعا هست. و حدیثی را که امام مسلم روایت میکند میفرماید ما من مسلم یدعو لاخیه بظهر الغیب الا قال الملك ولك بمثل. اگر یک مسلمان در حالتی که برادر او قرار ندارد در حق او دعا میکند، همون دعای او را ملائکه آمین میگوید، یعنی ملائکه میگوید که خداوند تو را هم به همین دعا نصیب کند. ببینید که اینجا ترغیب است که من و شما در حق برادر خود حتی در وقتی که غایب است، نزد ما نیست، دعا کنیم. و در حق پدر مادر خود باید دعا کنیم، در حق علمای دین خود باید دعا کنیم، در حق امت، در حق جوانان امت دعا کنیم. و ببینید که ملائکه اینجا همون دعای خیر ما را باز برای ما برمیگرداند، نزد خداوند دعا میکند که خداوند این نفر دعا کننده را با همون دعایی که برای برادرش کرد با اون نصیب بگردان. و دیگر اشاره که اینجا می شود گفت، هر روز ببینیم که ما در نمازهای خود سوره فاتحه میخوانیم، سوره الحمد، و اینجا میخوانیم که اهدنا الصراط المستقیم، خدای ما را به راه راست هدایت کن. اینجا تنها خود را نگفتیم بلکه همه امت را، همه مسلمان ها را اینجا داخل کردیم و آیت هم ما را این را میآموزد که برای همه دعا کنیم اهدنا الصراط المستقیم. و اینجاست که دوستان گرامی شریعت الهی ما را میآموزد که برای برادر خود
به هر راهی که میتوانیم کمک کنیم تا همبستگی، همدلی، دوستی بین ما بیفزاید. شما را به الله منان می سپارم و دعا کنیم که خداوند ما را کمکگری برادران خود بگرداند. و السلام علیکم و رحمت الله.